دیروز سفر رسمی سه روزه شوکت میرزیویف به آلمان انجام یافت. پرزیدنت ازبکستان در جریان بازدید از این کشور با صدر اعظم و دیگر رهبران آلمان ملاقات کرد و از جمله تاکید نمود که ازبکستان خواستار به سطح کاملا نو و بلند رسیدن رابطه تاشکند با برلین است. سروجین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی این سفر را پیگیری داشت و قبل از شروع برنامه من از او درباره نتایج آن سوال کردم. سفر شوکت میرزیویف به آلمان به سلسله لایحه‌هایی که بین ازبکستان و آلمان امضا شد تقریبا 8 میلیارد یورو قیمت دارد. این لایحه ها اگر به این لایحه ها اعتبار دهیم از ساختن دوباره تعمیر کردن راه آهن ازبکستان سر کرده تا ساختن مرکزی انکولوژی در تاشکند هست در بر میگیرد. مثلا گوییم مرکزی انکولوژی با قیمت 50 میلیون یورو در تاشکند ساخته می شود که این البته برای ساحه طب ازبکستان پیشرفت خوبی می شود. نه فقط ازبکستان بلکه به کشورهای همسایان نیست. این یک چیزی مفید است به نظر من. بعد این من از سروجین اسلام پرسیدم که سبب توجه خاص نشان دادن آلمان به سفر میرزیویف چی بود؟ بدانید وقتی که شوکت میرزیویف به آلمان سفر کرد او را از پرزیدنت فدرالی آلمان سرکرده تا کانسلر رو رئیس بوندستاگ پیشواز گرفتن استقبال کردند و توجه خاصی را نشان دادند. به یک پرزیدنت آسیا مرکزی از اسکرها سرکرده، یعنی پرد اسکرها سرکرده تا مطیع ملی ازبکستان و آلمان را نیز خواندند. یعنی تمام اتریبوت هایی که به یک پرزیدنتی با نفوذ نشان میدهند بود. البته این به نظر من از آن نشان میدهد که کشورهای غرب به اصلاحات شوکت میرزیویف توجه خاصی دارند و باور میکنند که شوکت میرزیویف میتواند یک کشوری که در زمان اسلام کریموف نام بدی را داشت، یک کشوری خوب افطریتری داشت، تغییر میدهد. از این لحاظ به نظر من برای آلمان پیشرفت ازبکستان چون یک شریک خوبی در منطقه با ازبکستان مناسبت خوب داشتنش بسیار مهم است. سروجین اسلام بود از بخش ازبکی رادیو آزادی که درباره نتیجه های سفر شوکت میرزیویف به آلمان